سلام به همه دوستان عزیز، رامتین هستم، منتور مجموعه و با قسمت 12 از دوره پرایمری در خدمت شما هستم. امیدوارم از 11 قسمت قبلی لذت کافی رو برده باشیم و مطالب براتون مثمر ثمر بوده باشه. امروز قرار مباحث جدیدتری رو با هم دیگه یاد بگیریم. مباحثی مثل وین ریت، ریسک به ریوارد، اینا چی هن؟ این قسمت رو حتما با دقت گوش کنید و اگر در طول دوره براتون سوالی پیش اومد حتما سوالاتتون رو کامنت کنید و من توی قسمت کامنت ها سوالاتتون رو جواب میدم. همچنین کامنت های شما باعث دلگرمی ماست. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید تا از جدیدترین آموزش ها خبردار بشید. پس با هم خیلی پرقدرت بریم قسمت 12 رو شروع کنیم. خب بریم همین قسمت رو شروع کنیم. دو مفهوم وین ریت و ریسک به ریوارد که ببینیم چیه. وین ریت چیه؟ وین ریت یا نرخ پیروزی به زبان ساده یعنی درصد مواقعی که شما برنده میشید. تصور کنید داری یک بازی یا یک معامله رو انجام میدید. وین ریت نشون میده که از هر 100 بار امتحان کردن چند بار موفق میشید. چرا مهمه؟ وین ریت کمک میکنه بفهمیم استراتژی یا روش ما چقدر قابل اعتماده. اگر وین ریت بالایی داشته باشیم یعنی بیشتر مواقع برنده ایم، اما اگر پایین باشه باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. البته وین ریت به تنهایی کافی نیست، باید با عوامل دیگه مثل ریسک مقایسه بشه. وین ریت چطوری محاسبه میشه؟ یه فرمول مشخصی داره که حالا میاد تعداد برنده شدن رو تقسیم بر تعداد بازنده شدن اینجور چیزا حساب میکنه و حالا به دست میاره. یعنی مثلا شما فرض کنید 10 بار شرط بندی روی فوتبال میکنید و 7 بار برنده میشید که یعنی وین ریت شما 70 و خب 3 تا باخت داشتید، یعنی اون 30% هم باخت شما بوده. مثال عام یعنی چی؟ یعنی تصور کن شما یک مغازه‌دار هستی و هر روز سعی میکنی از یک محصول جدید بفروشی. اگر 20 تا مشتری 15 تا محصول شما رو بخرم، وین ریت شما 75. یا در یک بازی ویدیویی اگر از 10 بار امتحان کردن یک مرحله 8 بار موفق بشی، وین ریتت 80. این مفهوم نشون میده که چقدر استراتژی فروش یا بازیتون خوب کار میکنه. ریسک به ریوارد چیه؟ ریسک به ریوارد یا نسبت ریسک به پاداش مثل یک ترازو است که وزن که ریسک میکنید رو با سودی که ممکنه به دست بیارید مقایسه میکنه. به زبان ساده تر یعنی اینکه برای هر واحد ریسک که میکنم چقدر سود ممکنه بگیرم. یعنی اگه 1000 تومان سود میکنم 3000 تومان معامله میکنم میتونم 3000 تومان سود کنم. یعنی ریسک به ریوارد 1/3 دارم اینجا. چرا مهمه؟ این مفهوم کمک میکنه که بفهمیم آیا یک معامله تصمیم که میخوایم بگیریم آیا ارزشش رو داره. اگر ریسک به ریوارد خوبی داشته باشیم، حتی اگر وین ریت پایین باشه، میتونیم در بلند مدت سود کنیم. اما اگر نسبتش بد باشه ممکنه ضرری بزرگی بکنیم. اوکی، مثلا اگر برای یک معامله $100 ریسک بکنید، یعنی ممکنه $100 ضرر کنید و پتانسیل سود $300 باشه، نسبت ریسک به ریوارد شما 1/3. یا مثلا میخواید شما یک ماشین قدیمی بخرید و بازسازی کنید تا بفروشید. هزینه بازسازی 500,000 تومانه و اگر موفق باشید میتونید ماشین رو 2 میلیون تومان بفروشید. اینجا ریسک به ریوارد شما 1/4، یعنی 500,000 تومان به 2 میلیون تومان. یعنی شما میایید، فرمولش چجوریه؟ شما میایید اون سود رو تقسیم بر سرمایه گذاریتون میکنید که ریسک به ریوارد به دست میارید. الان اینجا 2 میلیون تقسیم بر 500,000 تومان میشه 4، 1/4 میشه. اگر این نسبت خوب باشه، حتی اگر 50% هم احتمال موفقیت داشته باشه، سود میکنه. یا اگر در یک بازی شما برای بازی کردن 10,000 تومان بذارید و 30,000 تومان برنده بشید، 1/3. رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیه؟ هر کدوم رو جداگانه فهمیدیم. حالا بیایم با هم دیگه ببینیم چجوری کار میکنن. این دو با هم دیگه چطوری کار میکنن، چجوری ترکیب میشن. خب ببینید، وین ریت نشون میده که چقدر احتمال برنده شدن داریم، اما ریسک به ریوارد نشون میده که اگر برنده شیم چقدر سود میکنیم. مثلا اگه وین ریتمون 50 باشه، یعنی نصف مواقع ما برنده ایم، اما ریسک به ریوارد ما 1/5 باشه، برای هر واحد 5 تا واحد سود میگیریم، در بلند مدت سود خواهیم کرد. چرا؟ چون سودای بزرگتر ضررها رو جبران میکنن. اوکی، این چیزایی که هستش. اما صرفا یه موضوع مهم نیست، صرفا وین ریت مهم نیست، صرفا ریسک به ریوارد نیستش. ما این وسط باید یک تعادلی میان این دو ایجاد کنیم، چون ترکیب این دوه که به ما نتیجه بهتری در بلند مدت و دنیای معامله گریمون میده. خب فرمول ریسک به ریوارد و وین ریت اینا رو که براتون گفتم، یعنی مثلا شما اگر 10 تا معامله میکنید، 7 تا سود، 30 تا ضرر، خب مشخصه دیگه 70% وین ریتتون بوده، 30% هم معاملاتتون ضرر شده. برای ریسک به ریوارد هم که بهتون توضیح دادم چجوری باشه، میزان سودتون رو بر ضررتون
تقسیم کنیم. اینجا بیایم یه سری نکات کلیدی رو با هم دیگه مرور کنیم. ببینید شما به هیچ عنوان نمیتونید دنبال وین ریت 100% باشید یا آر به آر به شدت بزرگ، مثلا 1/1000 1/100. ما توی سبک معاملاتیمون در پلن داکپور 1/10 1/15 1/20 داریم. اما اوکی شما 1/20 هم تو همین پلن ما گرفتیم. آیا ذهن شما و روان شما کشش 20 ریوارد سود رو داره؟ این 20 ریوارد سود در 5 دقیقه اتفاق نمیفته، ممکنه یک روز طول بکشه. آیا شما کشش و بار روانی همچین موضوعی رو دارید؟ باید بعدهای احساسی و روانشناسی این رو هم در نظر بگیرید. شما باید بیایید بر اساس اون استراتژی و پلنی که دارید بهترین ترکیب رو پیدا کنید که ببینید وین ریت، مثلا شما وین ریت 30 دارید اما ریسک به ریوارد 1/10 دارید. خب این ضررهای شما رو، اون وین ریت پایین شما رو میاد کاور میکنه و باعث میشه شما که سودده باشید. اوکی. یا مثلا شما وین ریت 50 دارید اما ریسک به ریواردتون 1/2، بازم سودده هستید ولی لبه تیغ هستید. مورد بعدی که همیشه خدا باید داشته باشید مدیریت ریسک. یک ریسک ثابت داشته باشید و بر اساس ریسکتون معامله کنید، ریسکتون رو تغییر ندید و همیشه خدا نتیجه خودتون یا استیتمنت خودتون رو به صورت دوره‌ای، به عنوان مثال بهترینش این میتونه باشه که شما ماهانه استیتمنت یا عملکرد خودتون رو بررسی کنید که ببینید وین ریتتون چجوریه، اوضاعتون چجوریه، بر اساس اون بیاد خودتون رو بهبود ببخشید، استراتژیتون رو بهبود ببخشید، شخصیت خودتون رو میشناسید. باید همچین کارهایی رو انجام بدید تا بتونید نتیجه بهتری بگیرید. خب دوستان به پایان این قسمت از دوره پرایمری رسیدیم. امیدوارم که مطالب رو به خوبی درک کرده باشید و لذت کافی رو برده باشید. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و همچنین ما رو در صفحات مجازی از جمله اینستاگرام و تلگرام با آیدی دارکپول FX دنبال کنید تا از جدیدترین آموزش ها و بروزرسانی ها خبردار بشید. تا قسمت بعدی دوره پرایمری، خدا نگهدارتون.